ادامه بخش چهره‌های ماندگار. عبدالرحمن جامی، پیشوای حوزه علمی و ادبی ماوراءالنهر و خراسان. قهرمان اثرهای جامی علاوه به نفع-رسانی خلق بودن، شخصی با معرفت، با خرد، هنرمند، همت بلند، عدالت پرور، آزاداندیش و آرمان پرور بوده. کتاب را در جهان بهترین یار و مونس و غمخوار و استادی بیمزد و منت خود می‌داند و باور دارد که اگر آموزگار نباشد جهان از بیخردان تیره خواهد گشت. واقعاً بزرگی مولانا جامی است که پس از گذشتن 600 سال آفریده‌های او ماهیت خود را نه تنها گم نکردند، بلکه چون مرهم تا امروز دردهای معنوی خلق‌ها و ملت‌های دنیا را درمان می‌بخشند. محض به همین خاطر ما باید پیش از همه از بزرگان چون جامی درس عبرت گیریم، سبق آموزیم و شب روز کوشش نماییم تا همیشه با خلق و در خدمت خلق باشیم. مولانا جامی نیز با تأکید آبروی و اعتبار آدمان را در زندگی، در علم و دانش و هنرمندی و با معرفتی می داند، نه در صاحب سیم و زر بودن آنها. به تعبیر مولانا، شخصی که صاحب علم و هنر است هیچگاه پیش جاهلان و ظالمان سرخم نخواهد کرد. وی به دندان رخنه در پولاد کردن و به پیلکی دیده آتش پاره چیدن را از کشیدن بار منت پس فطرتان اولاتر می داند. معنی که از ایجادیات مولانا برداشتیم، بار دیگر ما وارثان او را وادار می سازد که چون شمع سوخته و برای وطن و ملت خود سازیم تا راه نسل‌های آینده این ملت صاحب تمدن همیشه نورافشان باشد. نصیحت مولانا در این مورد بسیار آموزنده است که می گوید: شمع شو، شمع که خود را سوزی، تا بدان بزم کسان افروزی. عامل اساسی به اندازه شهرتیار بودن عبدالرحمن جامی بزرگی او و ماندگاری اثرهای ادبی و علمیش در طول 600 سال اخیر نه تنها در قلمرو زبان، ادبیات و فرهنگ تاجیکی فارسی، بلکه بیرون از آن در محتوای عالی انسان دوستیش ظاهر می گردد که این نمونه عبرت شایسته پیروی و افتخار هر یک فرد تاجیک است. بسیار اندیشه های انسان دوستانه که مولانا جامی در موضوع نگاه داشتن افتخار و شرف انسانی و اهمیت آزادی و صاحب اختیاری در حیات انسان ها بیان کرده است، هماهنگ سیاست امروزه دولت صاحب استقلال امان می باشد. مثلا در قطعه مشهور دو باز، شاعر آزادی و استقلال را از همه ارزش‌ها و نعمت‌های دنیا بالا می‌گذارد. این بار دیگر از آن شهادت می‌دهد که برای بزرگان ملت ما در همه دور و زمان‌ها استقلالیت و آزادی ملت و وطن آرمان مقدس بوده است. ولی این بخت بلند و این نعمت بی‌بها تنها در زمان ما در فرجام عصر 20 نصیب نسل امروزه خلق تاجی گردید. آرامگاه مولانا جامی در موضع تخت مزار شهر هرات جمهوری اسلامی افغانستان واقع بوده تا امروز قدمجای اهل سخن و ارادتمندان کلام او می باشد. در بسیار سرچشمه ها آمده است که روز دفن مولانا جامی مردم زیاد شهر هرات لباس ماتم پوشیده بودند و جنازه او شبیه خیرباد شورانگیز مردم در روز فوت فرزند دیگر فرزانه و برجسته ملت تاجیک مولانا جلال الدین بلخی بود. بخش چهره‌های ماندگار در باب عبدالرحمن جامی، پیشوای حوزه علمی و ادبی ماوراءالنهر و خراسان ادامه دارد.